امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهترین امت و برگزیده ترین امت میان دیگر امت ها است. یعنی از اول آدم علیه السلام آغاز کرده تا به امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 70 امت وجود دارد و از همه بهترین آن و برگزیده ترین آن امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد. چون که الله سبحانه و تعالی می فرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما ای امت محمد صلی الله علیه و سلم بهترین امت ها هستید، بهترین امتی که به سود انسان ها خلق شده اید. چرا بهترین امت ها هستیم؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما امر به معروف میکنید و نهی از منکر میکنید. یعنی سبب برتریت این امت و فضیلت این امت همین است که ما و شما امر به معروف میکنیم و نهی از منکر میکنیم و همین برتریت این امت سبب است که روز قیامت امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شاهد بر دیگر امت ها می باشد. چون که یک حدیث است حضرت نوح علیه السلام را می آورند و از او می پرسند که ای نوح آیا دعوت خود را به قوم خود رسانده ای؟ نوح علیه السلام میگوید که بله من دعوت را رساندم و امت آن انکار میکنند، میگویند که برای ما نرسانده است، اگرچه حضرت نوح علیه السلام چقدر سالها دعوت کرده بود. بعد از آن میگویند که کی شاهدی میدهد که تو دعوت را به اینها رسانده ای؟ میگوید که محمد صلی الله علیه و سلم و امتی او. از همون خاطر در قرآن کریم آمده است که و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء علی الناس. یعنی که شما یک امت عادل یا امت شاهد در روز قیامت انتخاب کرده شده اید و برتریت این امت از همین است که هم امر معروف و نهی از منکر میکنند و هم روز قیامت شاهد و شاهد عادل در بین مردم در بین دیگر امت ها انتخاب شدند.